صبح بر وقت 4 مای تخمینا ساعت 5 در یک راه کویی در موضع اچقنسوی دامنکوی قرمه در نزد دهه دولونه جماعت میروباد نویه اشت رهگذران جسد اعظم سلطانوف جنگلبان خوجگی جنگل این نویه را با علامت‌های مرگ مجبوری یافتند. تشخیص نشان داد که ساکن 53 ساله شهر شیدان را به چند ضرب سنگ و قسمت پیشانه و فرق سر که باعث شکستن کوسه‌خانه سر جنگلبان شده است کشتند. به گروه فوری و تفتیشاتی میسر شد که باعث گرم در یک مدت کوتاه این جنایت را کشوده گمانبر ساکن دهه دولونه ارماقوف مهردین سال تولدش 1992 را دستگیر کنند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش که توسط برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد خبر داد که ارماقوف در جریان بازپرسی دست داشتنش در قتل جنگلبان اعتراف کرده گفته است که همان روز بین آنها بحث تند سر زد و از بس که با یکدیگر به افاقه آمدن نتوانستند او اعظم سلطانوف را با سنگ زده کشته است. موردین ارماقوف نقل کرده است که جنگلبان آن روز 9 گاو ساکنان دهه دولونه از جمله 2 گاو خود او را برای به زمین باغ درآمدنشان بازداشت کرد. میخواست نسبت به صاحبان این گاوها سند یعنی پروتکل ترتیب دهد. ارماقوف از سلطانوف خواسته است که گاوهای او را پس بدهد، ولی بنا به بیانات ارماقوف جنگلبان این را رد کرد. او را دشنامه قبی داده است و او به خشم آمده با سنگ به جنگلبان هجوم کرده است. به ضد ارماقوف بر اساس قسم 3 ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبری دیده شده است پرونده جنایتی گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند. به ارماقوف بر اساس این بند قانون از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند.